سلام خدمت همه دوستان، درود بر شما. بنده عباس اولیایی هستم. خداوند این توفیق رو به من داده که در خدمت شما دوستان عزیز باشم در سلسله مراتب فایل‌های گذشته که من گذاشتم تو یوتیوب. امروز فایل بسیار بسیار آموزنده‌ای میخوام بزنم تو یوتیوب. این فایل خودم نیاز دارم که بارها گوش بدم. خدمت شما عرض کنم که امروز صبح پا شدم، داشتم به این فکر میکردم که با غصه خوردن ما، با ناراحتی ما، جهان کارش ادامه میده، دنیا کارش ادامه میده. ماشین ها میرن و میان، بادها میوزن، پرندگان مسیرشون رو مراقب. به این فکر کنید فردا صبح افتادید مردید، چه اتفاقی تو دنیا میافته؟ هیچ. ما از دنیا حذف میشیم. کسایی که دارن این فکر رو میکنن از دنیا حذف میشن، یا کسایی که غصه زیاد میخورن، با خودشون در جنگن، در صلح نیستن. اکثر ما هستیم با خودمون در صلح نیستیم. داشتم به این فکر میکردم که اول صبح ساعت 5 صبح داشتم به این فکر میکردم که الان فردا صبح افتادیم مردیم. یه واقعیت دیگه، همه ما یه روز از این دنیا خواهیم رفت. و اینکه ماشین ها به مسیر خودشون ادامه میدن توسط راننده ها. چرخش کره زمین ادامه پیدا میکنه. خورشید از شرق طلوع میکنه و از غرب غروب میکنه. هیچ اتفاقی تو این دنیا نمیافته. فقط من از این دنیا کم میشم. من یا ما یا هر کسی که تو این چرخه حذف بشه حذف میشه. پس خیلی جالبه، خیلی جالب، خیلی هم نکته آموزنده‌ایه که باید به این دنیا خدمت کنیم. باید به این دنیا چطوری هر کی ایده‌های خاص خودشو داره، انگیزه و شور و شوق نسبت به اون کاری که داریم. حالا ساختمون میسازیم، آرایشگریم، مکانیکیم، کارخونه داریم. هر کسی به نحوه خودش به این دنیا خدمت میکنه. هر کسی به نحوه خودش با این دنیا به این دنیا خیلی کمک میکنه. حالا این کمک کردن با شور و شوق فراوان باشه، ببین چه اتفاقی میافته. مثلا طرف کشتیگیره، با اشتیاق میره کشتی میگیره، با اشتیاق فراوان. دونده هستم، با اشتیاق فراوان میرم میدوام تو کوه و اشتیاقم بیشتر میشه نسبت به زندگی، چون بدنم آدرنالین تولید میکنه، هورمون ترشح میکنه و شور و شوق من نسبت به زندگی بیشتر میشه. بعضی وقتا میشم میرم کوه 8 ساعت 7 ساعت میدوام تو کوه. برای چی؟ برای اینکه دوست دارم. از این کار لذت میبرم. روزها میام کار میکنم تو آرایشگاه چون دوست دارم. ساختمون میسازم چون دوست دارم. حالا یه روز ساختمونم